عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و اعضای محترم چنلمون. امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. امروز میخوام تو این کلیپ دستگاه ونکوش 540 پرو رو بهتون معرفی کنم. پچ کامل این دستگاه رو نشونتون میدم و در ادامه این ویدیو نحوه سفارش این دستگاه رو خدمتتون ارائه میدم. همانطوری که کم و بیش اطلاع داریم و در مورد ونکوش شنیده اید، دستگاه ونکوش 540 ساخت شرکت ماینلب استرالیا هستش. شرکت ماینلب استرالیا در زمینه تولید نقطه زن سیستم های بسیار خوب و با کیفیتی رو روانه بازار میکنه که در سراسر جهان مشتری های خاص خودشو داره. به جز ونکوش 540 نقطه زن های دیگری مانند اکسترا پرو، جی پی ایکس 5000 و حتی نقطه زن مانتیکور هم توسط این شرکت ساخته میشه و سیستم های دیگری هم توسط این شرکت ساخته میشن که حالا فعلا کاری با اینها نداریم. تو این کلیپ میخوام فقط در مورد ونکوش 540 پرو یه سری توضیحاتی و خدمتتون ارائه بدم. حالا دوست عزیزمون زحمت میکشه از نزدیکتر فیلم برمیداره تا پک کامل این دستگاه رو بهتون نشون بدم. خب این از پک کامل دستگاه ونکوش 540 پرو. جا داره اینم خدمتتون عرض کنم که ونکوش 540 دو نوع هستش. هم ونکوش 540 ساده ساخته میشه، همین که دستگاه ونکوش 540 پرو هستش. فرق ونکوش 540 ساده با ونکوش 540 پرو در اینه که در ونکوش 540 پرو یک لوپ اضافی رو داریم و دستگاه دارای دو لوپ هستش و اینکه هدفون بی سی میو داره. ولی در ونکوش 540 ساده فقط یه دونه لوپ داریم و اینکه هدفونش از نوع سیمی هستش و اینکه قیمت ونکوش ساده 4-5 تومن از قیمت پرو کمتره. به خاطر این دو امکانات 4-5 تومن قیمت ونکوش 540 پرو نسبت به ساده بیشتر هستش. کارکرد و کیفیت هر دو دستگاه در یک حده، فقط در این دوتا مورد با هم دیگه تفاوت داره، وگرنه در تفکیک، عمق‌زنی و دقت دستگاه هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. خب این از هدفون دستگاه که میتونین هدفون رو به دستگاه وصل کنین و نویس ها و بم ها رو با هدفون بشنوید. البته میتونین بدون هدفون هم این دستگاه رو مورد استفاده قرار بدین. این از صفحه نمایش دستگاهمون که به این شکله. این از دستش، اینم که به این قسمت وصل میشه. اینی هم که مشاهده میکنین برای پوشش دادن و نگه داشتن صفحه نمایش این دستگاه هستش. این قطعی هم که مشاهده میکنین برای نگهداری باتری و شارژ دستگاه هستش. شارژرش در پشت این قطعه قرار گرفته و در داخل این قسمت 4 تا باتری قلمی که مال شرکت ماینلب هستش در داخل این قرار میگیره. این هم از باتری این دستگاه که مال شرکت ماینلب هستش. دارای 2 تا پیچ هستش که برای بستن لوپ ها مورد استفاده قرار میگیره. این هم از لوپ های دستگاه که فقط در ونکوش 540 پرو این لوپ کوچک وجود داره
و در نوع سادش این لوپ در داخل باکس گذاشته نمیشه و این هم لوپ بزرگ دستگاه هستش. این هم این گوشه میذارم و اینی هم که مشاهده میکنین دستگیر دستگاهه که به خود دستگاه وصل میشه. دفترچه راهنما هم داره که در داخل باکس گذاشته میشه. حالا دفترچه راهنمایش به زبان انگلیسی هستش چون شرکت ساخت استرالیا هستش، به خاطر این ترجمه فارسی رو نداره. حالا آموزش های کافی این دستگاه رو در ویدیوهای آموزشیم خدمتتون ارائه میدم. نحوه آموزنی، نحوه تفکیک سازی و تمامی موارد رو براتون عنوان میکنم تا نحوه کارکرد با ونکویش رو کاملا به طور دقیق یاد بگیریم. حالا در ادامه دستگاه رو متصل میکنم و دستگاه رو روشن میکنم. خب دستگاه رو راه اندازی کردم و اکنون آماده به کاره. لوپ بزرگ رو به ونکویش وصل کردم. لوپ کوچک میشه گفت که نقش پین پوینتر رو داره. برای پیدا کردن فلزات ریز داخل قبرها و در دیواره قبرها میشه از لوپ کوچکتر استفاده کرد و همینطور در جاهایی که لوپ بزرگ واردش نمیشه میشه لوپ کوچک رو وصل کرد و با لوپ کوچک فلز زنی کرد. ولی بهتره که برای کارهای عمیق‌تر لوپ بزرگ رو وصل کنید. خب سوال بسیار مهم در مورد ونکویش مطمئناً بحث عمق زنی ونکویش هستش. جا داره عرض کنم که عمق مفید دستگاه ونکویش 1 متر هستش. عمق مفیدش 1 متره ولی نهایت عمقش برای فلزات یونیزه شده و فلزات حجیم‌تر که ابعاد بزرگی دارن تا 1.30 هم متغیره. این نقطه زن برای سکه پخش ها، برای داخل قبرها، برای پیدا کردن جاساس ها و گلچ ها دستگاه بسیار خوبی هستش. بنده هم چند سالیه که ونکویش 540 استفاده میکنم و از دقت بالایی برخورداره. حتی میتونید شما دستگاه اکسترا پرو هم تهیه کنین که همتراز با این دستگاه هستش. به نظر بنده ونکویش 540 از قدرت تفکیکی نسبت به اکسترا پرو برخورداره. حالا اکسترا پرو نسبت به ونکویش قیمت پایینتری هم داره. این دستگاه از نوع VLF و ستیزنه ولی از ستیزن هایی هستش که دقت بسیار خوبی رو داره. شاید یه عده از دوستان با دیدن این کلیپ احساس کنن که بنده دارم سیستم تبلیغ میکنم. برای بنده فرق نمیکنه که شما چه سیستمی رو از کجا میخواین تهیه کنین، چون این مربوط به کارم هستش و شغلم جنسیابیه. بهتره که در خرید دستگاه هم بتونم راهنماییتان کنم. به جای اینکه برین دستگاه های فیک رو تهیه کنین میتونین که بنده رو قابل بدونین و دستگاه های معتبر و شرکتی رو بهتون پیشنهاد بدم که اون دقت و کارایی بهتر رو دارن. ونکویش از نمونه این دستگاه ها هستش. مانتیکور هم نقطه زن خیلی خوبیه، حتی جی پی ایکس هم نقطه زن خیلی خوبیه، ولی چون ویدیو امروزم در مورد این دستگاه بود به خاطر همین در مورد ونکویش صحبت کردم. خدمتتون عرض کنم که بنده با نمایندگی شرکت های معتبر خارجی قرارداد دارم و برای تهیه همگی سیستم ها، چه سیستم اسکنر باشه، چه سیستم نقطه زن، دازینگ، پین پوینتر و کلا سیستم هایی که ساخت شرکت های معتبر هستن، میتونین که از بنده راهنمایی بخواین و بنده در این زمینه کمکتون کنم و بتونم که این دستگاه ها رو براتون تهیه کنم.
در پایین صفحه شماره تماس ادمینم رو میذارم برای تهیه انواع نقطه زنها و اسکنرهای تصویری. میتونین که به ادمین بنده زنگ بزنین و از ایشون راهنمایی بخواین تا ایشون در این زمینه در خرید انواع دستگاه ها کمکتون کنه. حتی میتونید به پیوی بنده هم با آیدی زیر پیام بدین و اگه مایل به خرید دازینگ هستین فقط دازینگ بنویسین. اگه پین پوینتر لازمتونه فقط پین پوینتر بنویسین و اگه ونگویش و سایر سیستم ها مد نظرتون هستش اسم اون دستگاه و سیستم رو بنویسین تا سریعا به سوالتون پاسخ داده بشه. حالا دستگاهم روشن کنم با هم دیگه تستش کنیم. انگشترم رو میندازم رو زمین. حالا صداشم زیاد کنم. خب دوستان عزیز، در اینجا به انتهای این ویدیو رسیدیم. جا داره که در آخر چند دستگاه معتبری رو بهتون معرفی کنم. درسته که تو این ویدیو در مورد ونگویش 540 پرو صحبت کردم، ولی کسایی که توانایی مالی کمتری رو دارن میتونن که حتی دستگاه های ارزون تر از ونگویش هم تهیه کنن که مال شرکت های معتبر هستش. مثلا نقطه زن سیمپلکس که برای نشتماش توی ترکیه هستش. ونگویش نسبت به عمق زنیش قیمت بسیار مناسبی رو داره و دستگاه با کیفیتی هستش. کسایی که دنبال کارهای عمیق هستن و دنبال نقطه زنهای قدرتمندی میگردن، خدمتتون عرض کنم که نقطه زن لورنز Z1 و لورنز Z2 که مال شرکت دیپ مکس آلمان هستش نقطه زنهای قدرتمندی هستن. و همانطوری که عرض کردم نقطه زن GPX 5000 که مال شرکت ماینلب استرالیا هستش از نوع نقطه زن پالسیه که عمق بیشتری نسبت به ونگویش میگیره. و جا داره عرض کنم که کسایی که توانایی خرید لورنز و GPX 5000 رو ندارن، حتی میتونن با قیمت کمتر نقطه زن GDX 8000 که برای شرکت معتبر چین هستش و مال شرکت گولد سیکرز چین هستش دستگاه GD رو تهیه کنن که دستگاه بسیار مناسب و خوبی هستش. خب امیدوارم که ویدیو امروز مورد پسندتون واقع شده باشه. شماره تماس رو در پایین صفحه باز میذارم و آیدی خودم هم میذارم. میتونین هم به آیدی بنده در تلگرام پیام بدین، همین که با همکار بنده یعنی ادمینم تماس بگیرین و در مورد خرید دستگاه از ایشون راهنمایی بگیرین. تا ویدیو دیگر به درود همگیتان. یا حق.